الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، امروزها می‌بینیم که کسانی که ادعای نمایندگی از دین را دارند خیلی زیادند. هر کسی با هر شکلی، با هر اسلوبی، با هر اخلاقی که گاه از دین و از شریعت اون اخلاق بیگانه است، متاسفانه ادعای نمایندگی از دین را دارد و ادعای به مردم دین را آموختن، تعلیم دادن را دارد. بله، ادعای آنان خیلی کلانتر از خودشان و لقبهای آنها خیلی لقبهای بالاخانه دار. اما وقتا کس اخلاق آنها را، رفتار آنها را، مناسبت آنها را با مسلمانان می‌بیند، در شگفت می شود که چگونه این کسان می توانند نمایندگان دین باشند، چگونه می توانند استادان علوم شریعت باشند با چنین اخلاق، با چنین گفتار. بیایید این لحظه ها قصه از روزگار سلف صالح، پیشینیان بزرگ دین، از محدثان، از فقها را ببینیم که اینها با همدیگر در میان خود چه مناسبت ها داشتند، حتی با کسانی که با او مخالف هستند، با کسانی که منهج و مسلکشان از آنها فرق داشت، چگونه مناسبت زیبا داشتند. اما کسانی که امروز ادعای نمایندگی دین را دارند، ادعای تصحیح عقیده مردم، تصحیح تجدید دین مردم را دارند، نه تنها با مخالفان بلکه با دوستان خودشان، به تعبیر با سایه خودشان راست نمیگیرند. غیر از خودشان همه کسان در نظر آنان بدعتکار و مشرک و زندیق و نمیدونم دیگر کلمه های زشت در زبان آنها تیار است. هر کسی را با اندکترین مخالفت با آنها به این تهمت های زشت، به این کلمات خیلی شرعاً قبیح اتهام میزنند. واقعاً این رفتار نمیگویم از دین بیگانه است، بلکه از جوانمردی، از انصاف، از اخلاق حمیده دور است. اینجا ببینیم که امام دارقطنی با امام باقلانی یکی از مکتبی حدیث است و یکی از مکتبی متکلمان چگونه مناسبت داشتند، میان هم چگونه دوستی و برادری و تبادل احترام داشتند. یک کمی از آنان اخلاق حمیده آموزیم که مقصد از دین اصلا تکمیل اخلاق است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بعثت لأتمم صالح الاخلاق، من مبعوث شدم تا اخلاق حمیده را در مردم تکمیل بخشم. از بس که این بزرگان اسلام را درست فهمیده بودند، شریعت را درست درک کرده بودند، مقصدهای والای اسلام را، مرامهای بزرگ شریعت را که فهمیده بودند و فریضه اخوت و برادری دینی را رعایت می‌کردند، این گونه مناسبت داشتند. این قصه را امام ذهبی، شمس الدین ذهبی، مورخ اسلام، در دانشنامه معروف خود که در ترجمه حال بزرگان اسلام تعریف شده به نام سیر اعلام النبلا، در ترجمه حالی امام ابوذر هروی ذکر کرده. این قصه را امام حافظ ابن عساکر در کتاب خود تبیین کذب المفتری که در دفاع از امام ابوالحسن اشعری این کتاب را نوشتند، این داستان را نیز آوردند. یعنی این قصه را امام شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلا و امام حافظ ابن عساکر در تبیین کذب المفتری ذکر کردند. امام ذهبی در ترجمه حالی ابوذر هروی که نقل کننده قصه زیرین است گفته الحافظ الامام المجود، حافظ امام مجود، یعنی در علم حدیث به درجه حافظ رسیده. حافظ کسی را میگن که 100,000 حدیث را حفظ کرده، آن را روایت کرده تواند با متن و با سندش 100,000 حدیث را. الامام المجود یعنی به درجه امامت رسیده در علم حدیث. المجود یعنی شخصی که حدیث ها را زیبا بدون کم و کاستگی تواند روایت کند. العلامه شیخ الحرم، شیخ حرم خراسانی الهروی المالکی، یعنی پیروی مذهبی امام مالک بودن. ابوذر هروی در فقه، یعنی در فقه پیروی مذهبی امام مالک بودن. براوی صحیح یعنی ثلاثه المستملی والحموی والکشمیهنی، یعنی امام ذهبی میگوید که راوی صحیح بخاری است ابوذر هروی. از 3 نفر
صحیح بخاری را روایت کرده می توانست از مستملی، از حموی و از کوشمیهنی. سه راوی معروفی صحیح بخاری هستند که ابوذر هروی در علم حدیث خیلی قدمی استوار و دستی بالا داشت میگوید، یعنی امام زهبی. علاوه میکنه میگه و کان علی مذهب مالک و مذهب الاشعری. امام ابوذر هروی پیروی امام مالک و پیروی امام ابوالحسن اشعری بودند. امام زهبی علاوه کرده میگوید و کان علی مذهب مالک و مذهب الاشعری، یعنی ابوذر هروی این محدثی بزرگوار پیروی امام مالک ابن انس و پیروی امام ابوالحسن اشعری بود. یعنی در فقه امام مالک را پیروی میکرد و در عقیده، در مسائل اعتقادی ابوالحسن اشعری را پیروی میکرد. یعنی از علمای اشعری محسوب است ابوذر هروی. امام زهبی در ادامه ترجمه حال ابوذر هروی میگوید هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان وبالحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع. میگوید ابوذر هروی شخصی بود که در بغداد از اهل سنت و از اهل حدیث دفاع میکرد و علیه رؤوس معتزله، سران معتزله، یعنی با معتزلیان عادی نه، با سران معتزله، با سران رافضی ها، شیعه ها، با سران قدریه ها جدل میکرد، آنها را بحث و مناظره کرده مغلوب میکرد. ولهم دولت و ظهور بالدوله البویهیه، در حالی که امام زهبی میگوید در حال با آنان مناظره کرده آنها را شکست میداد که در دولت بویهی خیلی آنها آبرومند بودند، معتزلیان و قدریان و دیگر اهل بدعت ها. و کان یرد علی الکرامیه، بر فرقه گمراه دیگری که کرامیه نام دارند با آنها نیز ردیه ها میداد. یعنی امام شمس الدین ذهبی مورخ اسلام از یک نفر محدث با نام ابوذر هروی، خدا از ایشان راضی باشد، نقل دارد که او در فقه، در مسائل فقهی پیروی امام مالک بود و در مسائل های اعتقادی پیروی ابوالحسن اشعری بود. یعنی این محدث نامور اشعری مذهب بود و صحیح بخاری را با 3 سند روایت میکرد و هنرش را و کارش را و خدمتش را نقل دارد امام زهبی که در بغداد با سران معتزله، با سران رافضه، با سران قدریه و کرامیه بحث و مناظره میکرد، در حالی که آنها در نزد دولت خیلی آبرومند کسان بودند. آنچه که امام شمس الدین ذهبی اینجا نقل دارند دوستان عزیز، قطره از بحر نیکی های امامان اشعری است که بر اسلام و مسلمانان تقدیم کردند. امام ذهبی از کار او، از خدمت او نقل دارد. اصلا وظیفه امامان ساحه علم عقیده که آنان را متکلمین میگفتند همین بود، دفاع از عقیده صحیح اسلامی در مقابل این همه رویه های باطل که ظهور کرده بود از خوارج و روافض و قدری و مرجئه و جهمی و کرامیه. این همه گروه ها را اهل حدیث چندان هنری مجادله با آنها را نداشتند. دوستان عزیز، هر کی تاریخ را آموزد، تاریخ پیدایش این افکار را، این رویه ها را خواهد دید که یگانه کسانی که در مقابل این همه رویه های باطل که خیلی اصحابشان، رؤوسشان، پیشوایانشان خیلی در جدل مهارت عالی داشتند، امامان مذهب اشعری در مقابل آنها ایستاده آنها را با جدل مغلوب می‌کردند. خب بالای ترجمه حال ابوذر هروی زیاد نمی‌ایستیم، بگذاریم به نکته دیگر که مقصد قصه است که بین امام دارقطنی و بین امام باقلانی رخ داده. ابوذر هروی آن را نقل می‌کرد و ابوذر هروی ناقل این قصه کسی است که من در این سطرها امام ذهبی او را برای ما معرفی کردند. امام محدث مالکی مذهب و عین حال اشعری مذهب. امام ابوذر هروی شاگرد امام دارقطنی است. یعنی امام دارقطنی صاحب سنن، امام دیگری از امامان شهیر اسلام که امام ذهبی در شأنشون میگوید الامام الحافظ المجود شیخ الاسلام علم الجهابده و کان من بحور العلم و من ائمه الدنیا. امام دارقطنی از امامان اسلام، شیخ الاسلام است، امام حافظ است، از بحرهای علم بود. میگوید
و من ائمة الدنیا، از امامان دنیا بود. انتهى الیه الحفظ و معرفت علل الحدیث و رجاله، در معرفت حدیث، در حدیث شناسی و راویان حدیث را شناختن که علم الرجال نام دارد، یعنی مرجع اساسی در دورانش بود. مع التقدم في القراءات وطرقها وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف، علاوه بر این معرفت وسیعش در حدیث و راویان حدیث، در علم قرائات عالمی برجسته بود. حتی کتاب نوشته در علم قرائات و در فقه و در اختلاف. یعنی یک عالمی ذو فنون موسوعی از امامان اسلام است. دارقطنی که البته به علم حدیث بیشتر مشهور است، صاحب کتابی معتبر است که از کتاب‌های حدیثی اساسی و محوری به حساب می رود. امام خطیب بغدادی دیگری از محدثان در وصف امام دارقطنی میگویند: و کان الدارقطنی فرید عصره و نسیج وحده و امام وقته، انتهى الیه علو الاثر والمعرفة بعلل الحديث واسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد. خطیب بغدادی به آن تحسین و به آن وصف زیبایی که امام ذهبی کردن مانند میگوید در دورانش یگانه بود، هیچ کسی به دارقطنی برابر نبود در عصرش در مسئله حدیث شناسی، راویان حدیث را شناختن و اسماء الرجال، نامهای آنها را، مع الصدق و الثقه، با اعتماد در روایت و صحت الاعتقاد و اعتقاد سالم داشتن. یعنی صاحب فضل، صاحب علم، صاحب مرتبه در اون دوران. و کان الدارقطنی امیر المؤمنین فی الحدیث، میگه خطیب بغدادی. دارقطنی در علم حدیث به مقام امیر المؤمنین رسیده بود. یعنی این لقب را به یک چند شخص انگشت شمار گفتند در تاریخ علم حدیث. یکی از آنان دارقطنی است. یعنی این است مقام و جایگاه و مرتبه امام دارقطنی نزد اهل علم و نزد محدثان. امام دارقطنی که صاحب کتابی مشهور در حدیث سنن که سال 385 هجری وفات کردند. و این قصه میان امام دارقطنی و میان باقلانی رخ داده. امام باقلانی ابوبکر، این کس کی باشند؟ امام باقلانی امام متکلمان در زمانشان. یعنی اگر امام دارقطنی در علم حدیث متخصص هستند، امام نامور هستند، امام باقلانی در علم عقیده چون این شخص بودند. نماینده اساسی مذهبی ابوالحسن اشعری، یعنی در دورانشان شخص اول، اشعری اول بودند که در بحث و مناظره ها با این فرقه هایی که بیشتر نام بر کردیم بحث میکردند و آنها را با حجت های قوی مغلوب میکردند و عقیده اسلامی را حفظ و حمایه میکردند. امام ابوبکر باقلانی که وفاتشان 403 هجری است. امام باقلانی شاگرد ابن مجاهد و شاگرد باهلی است که هر دو شاگردان بیواسطه ابوالحسن اشعری هستند. یعنی طبقه دومی عالمان مذهب اشعری حساب میشن. طبقه یکم ابن مجاهد و باهلی، طبقه دوم امام ابوبکر الباقلانی. ابن مجاهد اتفاقا شخصی که قرائات سبعه را جمع کرده، قاری معروفی عالم در زمانش و دوست امام طبری مؤرخ و مفسر. این نفر شاگرد ابوالحسن اشعری هستند. ابن مجاهد المقری با لقب مقری معروفن، قاری یعنی امتا، قرائات را کتاب کرده. این روایاتی که حالا قرآن رو به یک چند روایت خوانده می شود اولین شده با دست او جمع آوری شده، بنابراین مؤسس قرائات سبعه میگوین او را. این شاگرد ابوالحسن اشعری است و استاد امام باقلانی است. خب پس از آشنا شدن با ابوذر هروی ناقل این قصه و بعد آشنا شدن با امام دارقطنی و با امام ابوبکر باقلانی میگذاریم به نقل این قصه. قصه چنین است که ابوذر هروی را، این امام محدث که از هرات است، گفتن مالکی مذهب و اشعری مذهب است و راوی صحیح بخاری است با 3 طریق، گفتن انت من هرات فمن این تمذهبت لمالک والاشعری. گفتن ای امام شما که از هرات هستید، خراسان ماوراء النهر، چگونه در فقه در مسئله پیرو امام مالک شدید که امام مالک وطنشان مدینه است؟ یک نفر از مدینه پیروی مذهب امام مالک شود جای عجب نیست، چون که این امام در این شهر زندگی میکند
و اجتهادهای او، فتوای او در این شهر پنج شده، مردم طبق فتوای او عمل میکنن، جای تعجبی نیست. اما یک نفر از هرات که در این منطقه مذهب امام ابو حنیفه و مذهب امام شافعی رایج بود، پهن بود، اما یک نفر از هرات که در این منطقه مذهب امام ابو حنیفه و سپس مذهب امام شافعی رایج بود، پیرو امام مالک شود، جای تعجب بود. این قسمت دومی سوالشان چگونه پیروی مذهبی اشعری شده در مسئله های اعتقادی، با وجودی که در این منطقه خراسان ماوراء النهر مذهب امام ابو منصور ماتوریدی امام الهدا رایج بود. تعجب آور است که از هرات یک نفر مذهبی را پیرو شود که اون مذهب در عراق در حجاز رایج است. پرسیدند چگونه شما از هرات و مذهبی فقهی شما مالکی و مذهبی اعتقادی شما اشعری شدند؟ پرسیدند از امام ابوذر هروی سببش را بیان کردند، گفتند و سبب ذلك انی قدمت بغداد لطلب الحديث فلزمت الدارقطني فلما كان في بعض الأيام كنت معه فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني المالكي الأشعري فأظهر الدارقطني من إكرامه ما تعجبت منه. امام ابوذر هروی میگد سببی به مذهب امام مالک و به مذهب امام ابوالحسن اشعری گرویدن من، پیروی کردنم این دو امام بزرگوار را این است که من وقتا بغداد آمدم برای طلب حدیث، فلزمت الدارقطنی، ملازمت دارقطنی کردم، نزد امام دارقطنی شاگرد شدم، حدیث می آموختم. میگوید با امام بودم، با استادش یعنی با دارقطنی بودم روزه که از پیش ما قاضی ابوبکر باقلانی مالکی اشعری گذر کرد. ببینیم دوستان عزیز، امام ابوذر هروی میگوید با امام، با استادم، با شیخم امام دارقطنی بودم، ابوبکر باقلانی از پیش ما گذشت. دقت کنیم دوستان عزیز که امام دارقطنی با این امام اشعری امام باقلانی چی مناسبت میکنن؟ امام دارقطنی محدثی دورانن، یعنی پیروی مکتبی اهل حدیثن. امام باقلانی نماینده مکتبی اشعری هستند. امام دارقطنی به شاگردشان ابوذر هروی نمیگوید شاگردم از این شیخ پرهیز کن، عقیده باطل دارد، بدعتکار است، آیات صفات را نادرست فهمیده، تعطیل میکند، تعویل میکند. این گونه نمیگویند. آن گونه که در این عصر این مصیبت ها را میشنویم، سخنانی پیروی یک مکتب را نسبت پیروان مکتبی دیگر. اما نه، ببینیم که امام دارقطنی سلف صالح اهل حدیث چه اخلاق داشتن. اگر ما ادعا داریم که از اهل حدیث پیروی میکنیم، پس اخلاق آنان متخلق شویم، اخلاق آنها را کسب کنیم، این معامله نیکی آنها را داشته باشیم. اما اینکه ما پیروان مکتب اهل حدیث هستیم، ما محدثان را پیروی میکنیم اما از اخلاق محدثان دور باشید، این دعوا مجرد یک سخن بانوک زبان است، هیچ ارزشی ندارد. شخص پیروی مکتب اهل حدیث و پیروی محدثان است که اخلاق این محدثان را داشته باشد. ابوذر هروی میگن فاظهر الدارقطنی من اکرامه ما تعجبت منه. امام دارقطنی چنان اکرام و عزت از خود ظاهر کردند در مقابل باقلانی، او را چنان احترام کردند که من تعجب کردم. یعنی امام ابوذر هروی حالا نمیشناسد که این شخص کیست. امام ابوبکر باقلانی را او نمیشناسد، فقط همین را میداند که استادش، شیخش امام دارقطنی امام دنیاست و به این لقب صدا میکند. اتفاقا در لفظ دیگر امام ابوذر هروی امام دارقطنی میگه یا امام دنیا، ای امام دنیا. امام دارقطنی نسبت یک نفر این گونه احترام و این گونه اجلال از خود ظاهر میکند که باعث تعجب شاگردش ابوذر هروی میگردد و میپرسد. حتی اینجا ذکر میکند که امام دارقطنی دست و پیشانی امام ابوبکر باقلانی را بوسه میزند. حالا نمیدوند که این باقلانی است، اما یعنی دست بوسه همین نفر را که البته شکل و سیمای عالمی دارد، این گونه احترام باعث تعجب ابوذر هروی میگردد. امام ابوذر هروی میگه فلما فارقه قلت له، وقتی ما جدا شدیم اون نفر رفت، ما علاهده شدیم با استاد یعنی با شیخ امام دارقطنی، گفتم ایها الشیخ الامام، ای شیخ امام. در لفظ دیگری حدیث یا امام الدنیا،
من هذا الذي اظهرت من اکرامه ما رأيت. این شخص کی باشند که اینقدر شما نسبت او احترام کردید، اینقدر تواضع فروتنی کردید پیش او؟ این کی هستند؟ گفته ابوذر هروی از استادش دارقطنی پرسید. فقال او ما تعرفه، آیا او را نمیشناسید؟ گفت که نه نمیشناسم. فقال هذا سیف السنه ابو بکر الاشعری. این نفر شمشیری اهل سنت است، نامش ابو بکر اشعری است. شناختگیر یعنی شاگردم. این نفر سیف السنه، شمشیر سنت، یعنی سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را همچون شمشیر حمایگر است برگردن خوارج، برگردن قدری ها، برگردن مرجع ها، جهمیه ها، چون شمشیر است. در هر مناظره، در هر بحث علمی آنها را شکست میدهد، مغلوب میسازد. بنابراین این لقب به او داده شده، سیف السنه نام دارد، الملقب است. و لسان الامه اتفاقا در این قصه نامده، اما دیگر مورخان امام باقلانی را به لقب لسان الامه تعبیر کردند. اهل زمانشان، یعنی امامان، فقیهان، محدثان آن دوران، امام باقلانی را لسان الامه میگفتند، زبان امت اسلام. چون که عقیده اسلامی را، عقیده امت اسلام را زبان باقلانی نمایندگی میکرد، با اهل فرق، با اهل رویه های باطل بحث میکرد و مجادله میکرد. دوستان عزیز، این است انصاف، این است اخلاق اسلامی، این است مناسبت اهل علم با هم دیگر. اما این بلایی که در این عصر میبینیم، هر عالمی را بدکار و بدعتکار و حتی مشرک و زندیق میخوانند، این کمال جهل و کمال بد اخلاقی و کمال دوری از علم شریعت است. این است اهل حدیث و این است اخلاق محدثان. امام دارقطنی که پیروی مکتب اهل حدیث است، در مسئله های اعتقادی روش او، مسلک او از مسلک امام باقلانی فرق دارد، اما میداند که هر دو اهل اسلامند، هر دو در زیر سایه توحیدند و هر دو با هنری خودش اسلام و مسلمانان را خدمت میکنند. یکی در میدان علم حدیث، یکی در میدان علم عقیده. و این اخوت ایمانی را، برادری ایمانی را، فرضیتش را میدانند و اجرا کرده ایستادند. این سخن تحسین، این سخن مدح را امام الدارقطنی، امام محدث، نسبتی امام اشعری، امام ابوبکر باقلانی گفتند. هذا سیف السنه گفتند. در لفظ دیگر امام ذهبی در سیر آورده این لفظ را. امام ابوذر هروی میگوید چون ما جدا شدیم از اون شخص، من از امام دارقطنی، از شیخم پرسیدم من هذا الذي صنعت به ما لم اعتقد انك تصنعه وانت امام وقتك. ای امام، ای شیخ، ای استادم، این کی بود که چنان شما او را احترام و عزت کردید که گمان نکنم برای کسی دیگری چنین کنید، در حالی که شما امامی وقت خود هستید، امامی زمان خود هستید. امام دارقطنی به ابوذر هروی چنین گفتند در این لفظ قصه: هذا امام المسلمین والذاب عن الدین هذا القاضی ابو بکر محمد ابن الطیب. این امام مسلمانان است شاگردم، و الذاب عن الدین، حمایه‌گر دین است، این دفاع کننده دین ماست. ابوبکر باقلانی نام دارد. چنین گفته امام ابوبکر باقلانی اشعری را به شاگردش معرفی کردند، امام دارقطنی. خب امام ابوذر هروی را پرسیده بودند که چرا شما اشعری مذهبید؟ این قصه را نقل کردند. سببش در همین است، میگوید، یعنی در ادامه میگوید فلزمت القاضی منذ ذلك الوقت واقتدیت به فی مذهبه جمیعا. از آن روز، از آن لحظه من به قاضی ابوبکر اقتدا کردم، ملازمت کردم، او را رفته ملازمت کردم، شاگردش شدم. واقتدیت به فی مذهبه جمیعا، در همه مسئله های اعتقادی پیروی مذهبی او شدم، یعنی اشعری شدم. امام ابوذر هروی در مذهب اهل حدیث، البته در روایت حدیث شاگرد دارقطنی است، در مسئله های اعتقادی رفته از امام باقلانی درس خواندند. میگوید مذهبی او را جمیعا، همه آنچه که باقلانی میگوید آن را برای خود پذیرفتم. امام ابوذر هروی در ادامه میگوید وكل بلد دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقته. من هر شهری از شهرهای خراسان که می در آمدم و هر کسی را که می گفتن از اهل سنت هست،
می دیدم که بر طریقه ابوبکر باقلانی بود، بر رویش و بر مذهبی ابوبکر باقلانی بود. یعنی هر کسی را که اهل سنت گفته معرفی میکردن کافتمی برآمدید اشعری بود، پیروی ابوبکر باقلانی بود. این شهادت ابوذر هروی یکی از امامان جلیل حدیث است. این است مناسبت امامان اسلام نابسته از آن مکتبی که پیروی آنند، چون که این مسئله های فرعی و جزئی اسلامند دوستان عزیز، مسئله های اصول و ریشوی نیستند. آنگونه که در مسئله های فقه یعنی یک نفر پیروی امام مالک میتواند باشد، دیگری پیروی امام شافعی، دیگری پیروی امام ابو حنیفه یا پیروی امام احمد حنبل، اما همه اینها شریعتن، همه اینها مسلمانن، با همدیگر برادرن، دوستن. آنگونه که این امامان با یکدیگر احترام و اجلال داشتند. در مذاهب اعتقادی نیز مسئله های اصلی و ریشوی است و مسئله های جزئی است که مردم گوناگون نظر شدند و این باکی ندارد و زیانی هم ندارد. همه مذاهب مقصدش تنزیه خداوند عزوجل و پاکی یاد کردن خداوند عزوجل است. آنگونه که مذاهب فقهی همه مقصدش عبادت خالصانه خدا انجام دادن و ثواب به دست آوردن است. موفق و مؤید باشید دوستان عزیز.